طی یک هفته اخیر چند تن از ورزشکاران موفق شهری کلوب که در مسابقه‌های سطحی جمهوریوی صاحب مقام‌های افتخاری گردیده به مسابقات بین‌المللی روی یافتند، بعد اشتراک در مسابقه‌های بیرون از کشور با نشان افتخارنامه به وطن برگشتند. چند روز قبل دستپرور مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ولایتی در شهر کلوب سعیدشاه خرچیف که در چمپیونات آسیای مرکزی اوید به ورزش وزنی وزنبرداری شرکت نموده میان همسالان خود در وزن 73 کیلوگرم سزاوار نشان برنجی گردید، از جانب مسئولان استقبال گرفته شد. ضمن استقبال ورزشکار دیرکتور مکتب ورزشی ولایتی در شهر کلوب زین‌الدین دولتوف جایزه‌دار مسابقه‌های بین‌المللی سعیدشاه خرچیف را تبریک و شادباش نموده اطلاع دادند که در آینده نیز مسئولین چنین ورزشکاران را برای بازهم بالا برداشتن نفوذ تاجیکستان در عرصه بین‌الملل دستگیری می‌نمایند. گفته شد که سعیدشاه زیر راهبری مربی صاحب تجربه جمشید کوچیف مشق و تمرین نموده بعد غالب شدن در مسابقات داخلی جمهوریوی راحت مسابقه‌های آسیایی را نیز به دست آورد. سعیدشاه ابراز می‌دارد که اشتراک در چنین مسابقه‌ها بیشک در بالا برداشتن مهارت آنها سهم ارزنده داشته در آینده برای نویل شدن به زینه‌های بالایی مسابقه‌ها تلاش می‌ورزند. طولی 2 سال می‌شود در این ورزشی وزنه‌برداری مشق می‌کنم و من در شهر چیچی رفته صاحب جایی نمایان گشتم و این دفعه من در ولایت سمرقند من صاحب جایی نمایان گشته سزاوار جای سوم شدم و در آینده من کوشش میکنم که در مسابقه های المپی رفته اجرا کنم و سزاوار جای اول گردم. باید گفت که در این وزن نماینده دسته ازبکستان سزاوار مقام دوم و ورزشکار جمهوری قزاقستان سزاوار مقام اول شدند. گفتم به مورد است که والدین ورزشکار نامدار و موفق با شکرگزاری از فضای آسوده تاجیکستان صاحب استقلال با افتخار و باوری ابراز داشتند که من بعد نیز فرزندان خود را در راه بلند برداشتن نفوذ و اعتبار دولت و حکومت تربیت می‌نمایند و مقصد یگانه آنها راه یافتن فرزندانشان به مسابقات المپی و صاحب نشان این مسابقات بین‌المللی می باشد.